یک نقلتون میکنم 2 سال پیش از این 2 سال پیش از این ها 2 سال شده уже 2 سال میشه تایوان با بودم یا که کجا با بودم که همین اویلم گفت که همین یک بچه تاجیک از کجای تلفن من یافته سو هر روز تلفن میکنه من گفتم کجا تو یافته گفت نمیدونم با گفتم خب چی میگه همین التماس کنید شوهرتونم قطعی یک بار قطعی من وخورد که منو میکشن چرا میکشن تو من قرصم من بسیار که منو میکشن بعد این همون کدوم یک شاگردم برماز آفیس با برماده آفیس ما با و گفتن که سیرافنو معلم قبول نمیکنن حاضر و تو نبیان اینجا وای فهمید است که همین بعد اویلم پرسید است که خی با میگشته میبیان و اویلم گفت است که اینجا میپرن میرن قطر پرده میرن مسکو بعد دلشه همین التماس که همین اکمان ترانزیت باید پریده بروم کو ترانزیت بعد نمیبرد کو از ایروپورت از زال نمیبرد کو این خیل میگراسیون نمیگذارد کو همین التماس کردن که التماس استاد همین اگه شما من همین راه نشون دید من یک گله قرضدار شدم موندم بار گرفته سو دیگر رو با دودای بورا و یا گم شده بعد بار گرفته سو با دودارش دودارش بانکرا شده اناکو همون استادیوی با اون چیز بازار است کو مسکو لوبلینوای چه نماش همونجا بیچاره یا کیت نماش چیه همون صدوات با کار میکنه این گپم 2 سال شد همه قضا دارم التماس من نمیدونم چیکار کنم همینو من سراغ موندگان بین یک هفته با یک گالریکاتور رو آوردگی من نمیدونم چیکار کنم التماس همین معلم من با یک مصلحت چخیل کنم برای خاطر همون بچه بلیت ما علش کردم گفتم مایلش من بلیت علش کردم گفتم من میبرم ایروپورت با 2 ساعت می 2 ساعت بین ریسو با وقت های همونجا صحبت میکنیم بعد من دو دیگه بلیت گرفتم دیگه من اومدم مسکو برام هم بچه اومد نماش خاطرم برام راست دیگه صحبت کردیم ما همون با پولن استراتژی ساخته دادم بین 2 ساعت ما پولن تو چیکار کردنش در کار اكون چی میگفت گپش ببینید میگفت معلم میگفت پول ندارم هیچ ندارم قرض یک گله بسیار اینترنت قطع زکات میکنند بار هوای پولای هوای کمک اگرای کردم یک 5000 همون پولای هوای با بلیت گرفتم دلم با گریخته برفتن من گفتم تو کجا میگریزی تو گم میکنی که قرض گریختن میتوی نه این دنیا با گریختن میشه قرض نه اون دنیا با گریختن میشه تو یا میوبان سراونا ممکن که همین سیتواسیی که حاضر تو افتیدی برای تو یک شانس ای چرا که من سرم گرزوندم کن چیزا همین برای تو این تو با عذاب نیست این تو با یک تحفه پروردگار ای اگر که وجدانت با قوت باشد و ایمانت با قوت باشد و همین او در ویدرجت کنی تو حیاتت یک عمر دیگر میکنی باکو معلم چیکار کنم دستش به بلیت که گریخته برود از مسکو باور کنید نه من سر دست خوم نون پیشم با گفت که معلم دستم من بلیت است نمیدونم چیکار کنم گفتم گوش کن وای آدمی که تو برای بار پول روی کرده وای گناهگار نیکو خطای های تو وای فریب کردنی پول وای با بلیت گرفته گریخته برفته استودی بعد استراتژی ساخته پول نستو کی قطع چخل گپ زدن کی قطع چخل پریگوار بردن نام همه قرصاش نوشته فرمودم چخل کردن در کار چخل موندن در کار وای گفت که من میکشم وای اوجه گفت داغستان و چچنسو یک گل آدم قطع اومدن بسری من گفت باور کنید دادرم اوجه وای با گرفتگیان گراف با من گفتم نترس تو یگونه راه که نترس همین گفتگی من میکنی میشد همین خیلی گفتگی من کرد است من و دیگه ندیدم که آخه بعد اون روز ترکیه با یک تا بچه واخوردم ترکیه با وای بچه برآمدسو ما همین چشمه امید برام میکنم کو و چشمه امید با برآمدسو دلاور به التماس کرده است که معلم ترکیه باشن یک بار واخورم و ما همین خیلی بیزنس همین چی بیزنس دارم بعد دلاور التماس کرد که معلم همین آدم هر روز تلفن کردن هر روزی که فهمیدن که شما در ترکیه هستید من گفتم مایلش خک گوید بیام با اومد من گفتم که حکم سخت بسیار ندارم من تو 15 منوت گپ زدم با وقتم های دلش من اسپید کردم در کار دیگه کار خودمه بعد صحبت کردم 15 منوت بعد گفت که اکا همین گپاشو گفت بعد اخیرا گفت بسیار بچه معقولم شد بچه خوب بود گفت که همین بیاد من تا ایروپورت من برام شما یا پاپوتی گپ زدم اونجا 1 ساعت وقت میرد کو خب بعد شفیع و بچه جواب دادم و پارتنرم بود و پارتنرم که نیمه خودم میبرم من گفتم بیا همین بچه برام من خطی همین بچه فهمم چی میگن راه بگیرم گفت که همون بچه‌ای که ایروپورت با کنسولتات دادید کو هوای من به خش میشد و گفت که ها گفتم گفت خاطرت ما به قرض بودم خیلی گفتم ها گفت همه قرضش داد حاضر بیزنسش خیلی نقص پیش برفتنه همه قدر از شما من نداره که بین 2 سال با
این результати خیلی خوب. درست؟ این результати خیلی خوب. این مثلا من شما با چی با آورده استادیم؟ هر یک بیزنس با مشکلی که به سرتون میبیاد این توفای پروردگار نگریزید وای. وقتی که اوای گریختید شما یگون وقت همه حیات هر بار شما به مشکلی دادن میگرد این یک درس حیات نه که وقتی که اوای گریختن گرفتید کو و یا این کار کردن گرفتید حیاتتون دیگه نمیشد. برای که اگر که همین حاضر همین حل کرده پیش به نبر اومدید با دیگه ساحه همین سитуация پخوجه با پیدا میشه حیاتتون با فردا دیگه ساحه پیدا میشه با چی با که شما همون سитуация переработка نکردنید معنی سر شما هوا переварить نکرده استاده. برای همون هر یک سитуация که پخوج میبیاد حیات شما با این شما با شانسای یک شانس بهترین است که در حقیقت همون یک قدم زده پیش ببریدتون. برای همین این گفتگی ما کردناتون در کار درباره سیستماتیزاسیا گفتگی ما هیچ فهمیدی کو جونم کنی کارن من این خیلی میشد تو درس گدوای من با هستی منیمه انامون گدوای میری کارا می تو یاد میگیری. من شوخی نمیکنم من ریال شوخی نمیکنم. خیلی من خودت گو که من از توشکم نبودم همین بچه گدوای من با $10,000 داده خوندگی های 3 تا مینی مستر کلاس من با گذاشته بگوباد میشنن نامش الهام جان خطی من همینا بود وای با همین بچه میشناسد تشکیم خطی همینا بود مینی مستر کلاس با پول نداشته است پولایی که زنش خطی جمع کردن که ماشین میخریم همون پولا رسخوت کردن مینی مستر کلاس من برفته بود $1,500 $3,000 دو کس بدو رسخوتاشون شده درس برفتگی بود. وقتی که از درس میبرون زنش میگود که زریا اومدیم پولا نیست شدن خاکن وای زنش با چندین سال این پولا جمع کردگی کو ماشین میخریم گفته کنیشت زنک با ماشین یک ارزوی حیاتیش کو آخه نظر وای با کیم چی کی میتابد نظر وای با ریال نه کیم چی میتابد. بعد شوهرش میگود که همین پول زریا اومده میگود نیک وای زنش روسیه نمیفهمید دیا برای همه قدر وای روسیه که نمیدونست و برای هم وای با کیم بود نیک بعد از 2 ماه 3 ماه که این الهام جان درآمدش زیاد میشد یک 10 بار 15 بار بعد زنش میگه که این نغزی که رفته بودید این نغزی که شده است و الهام جان 3 تا مینی مستر کلاس با اومد بعد گدوای با اومد. فکر شما قطعی همین بچه 3 سال پیش 2 سال پیش از این یک کم بار اومدگیش با درآمدش $500 بود $1,000 بود. میدونید امسال چند پول کار کرد زیاده $740,000 چیستی پریبل کریزیس با فهمیدین؟ хороший результат سوپر результат دیدید خوندن همه فایده شه برای همه قدر خون اگر که خواهید که سیستم یاد گیرید فقط گدوای обучение ما چون که اول تا آخرش شما полностью میفهمید که должно быть ممکن که یک بار بام گوشوندن بام همش نفهمید نه که با ما запись که دستون با یک چند بار گوش کردن میگیرید با است ساز میشه من این خیلی میشه رحمت کلام مرحمت با سوال بیا جناب